وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت با همدیگر در شرح یکی از صفات پروردگار متعال سبحانه و تعالی که صفت استوای پروردگار متعال بر عرش است را در مورد آن ان شاء الله صحبت‌های خواهیم کرد و عقیده اهل سنت و جماعت را در این مورد به خدمت شما عزیزان از قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه مسلمین نقل خواهیم کرد و در آن بیاناتی از قرآن کریم و احادیث و اقوال ائمه سلف و ائمه اهل سنت ان شاء الله نقل خواهیم کرد و در مورد آن بیان خواهیم نمود. در مورد این صفت، چنانچه ما در برنامه‌های گذشته پیرامون صفات الهی سبحانه و تعالی صحبت کردیم، گفتیم که ما اهل سنت عقیده ما بر این است و باور ما بر این است که صفات پروردگار را آنچه که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر در آن دلیلی آمده و ثابت شده ما اثبات می‌کنیم و آنچه که از صفات پروردگار متعال سبحانه و تعالی ثابت میشه حقیقتاً بدون تمثیل هست، بدون تکییف هست، بدون تعطیل هست و بدون تحریف هست. ما حق نداریم که صفات پروردگار را تحریف بکنیم، حق نداریم صفات الهی را آنچه که خداوند متعال برای خودش ثابت کرده و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ثابت کرده اند را انکار بکنیم، حق نداریم آنها را تمثیل بکنیم و حق نداریم با آنها کیفیت قائل بشیم و با آنها کیفیت بیان بکنیم، چون علم ما نمیتواند به آنجا برسد و این موضوعات را درک بکند. بنابراین از آیات قرآن کریم صفت استوای پروردگار بر عرش را ان شاء الله در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم و در مورد آن صحبت میکنیم و احادیثی هم که در این مورد هست ان شاء الله در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در قرآن کریم در 7 جایی از قرآن کریم آیاتی است که دلالت بر این میکند که الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش استوا کرده یا بر عرش قرار گرفته، که معنای استوا مادامی که کلمه استوا متعدی به علا بشه، این بحث لغت هست، یعنی بحثی است که ارتباط میگیره به علم لغت. مادامی که استوا با کلمه یا با لفظ علا متعدی بشه، اینجا معنای استقرار و معنای علو را میدهد، یعنی بالایی را، علو، و معنای استقرار یعنی قرار گرفتن به این معناست. الله متعال سبحانه و تعالی عقیده اهل سنت و جماعت بر این است که الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته و این قرار گرفتن الله متعال سبحانه و تعالی بدون ذکر تمثیل هست، بدون ذکر کیفیت هست، بدون این که ما آن را تحریف بکنیم و معنایش را بگردانیم به معنای دیگری، و بدون این که این صفت الله را انکار بکنیم، چنانچه گروه های مختلفی این کار را انجام دادن. یک عده آمدن تحریف کردن
یک عده آمدند آن را به عنوان صفتی برای الله متعال قبول نکردند و اهل سنت و جماعت صفت الله متعال، صفت استوای الله متعال بر عرش را، صفت قرار گرفتن الله متعال بر عرش را برای الله ثابت کردند و معنای ظاهری که در آیه قرآن هست و در احادیث پیامبر علیه السلام هست را مورد انکار قرار ندادند، انکار نکردند، نگفتند که به هر حال این درست نیست یا اینکه آن را تحویل بکنن یا اینکه آن را تحریف بکنن و یا اینکه انکار بکنن، چون به عقلشان برابر نمیآید. الله متعال سبحانه و تعالی این صفت را برای خودش به عنوان صفتی اثبات کرده، ثابت کرده، ما هم آن را اثبات میکنیم و در موردش حرفی نداریم برای گفته، نمیتونیم که آن را انکار بکنیم. الله متعال سبحانه و تعالی در 7 جا از قرآن کریم، در 7 مکان از قرآن کریم این صفت را برای خودش اثبات کرده و ثابت کرده و گفته که الله بر عرش قرار گرفته، الله بر عرش قرار گرفته. در سوره مبارکه طه آیت 5 الله متعال میفرماید، اولین موضع و اولین جا از قرآن کریم الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید الرحمن علی العرش استوى. الرحمن یعنی الله متعال سبحانه و تعالی که یکی از اسمایش رحمانه، علی العرش استوى، بر عرش قرار گرفته، بر عرش استوا کرده. و این یک جای از قرآن هست، سوره مبارکه طه، که الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه؟ الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر عرش قرار گرفته. در سوره مبارکه اعراف آیت 54 الله متعال میفرماید، موضع دوم میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. ان ربکم الله الذی، این به تحقیق که پروردگار شما آن الله است که خلق السماوات والارض، خلق کرده آسمان ها و زمین را، فی 6 ایام در 6 روز، ثم استوى علی العرش، بعد قرار گرفته بر عرش، ثم استوى علی العرش، و الله متعال سبحانه و تعالی قرار گرفته بر عرش، بر عرش مستقر شده، بر عرش علو کرده. آیت 54 سوره مبارکه اعراف. جای سوم در قرآن کریم در سوره مبارکه یونس هست، آیت سوم الله متعال میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پروردگار شما آن ذاتی است که خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین را آفریده، فی 6 ایام در 6 روز، ثم استوى علی العرش، و الله بر عرش قرار گرفته و بر عرش استوا کرده. مکان چهارم در سوره مبارکه رعد هست، الله متعال میفرماید الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. الله متعال سبحانه و تعالی آسمان ها را بلند کرده، بغیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما برای آن ببینید. ثم استوى علی العرش، و الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته و بر عرش استوا کرده. در سوره مبارکه رعد آیت دوم. در جای دیگر الله متعال در سوره مبارکه فرقان آیت 59 میفرماید ثم استوى علی العرش. الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته و بر عرش استوا کرده. آیت 59 سوره مبارکه فرقان. در سوره سجده آیت 4 الله متعال میفرماید الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام. الله متعال آسمان ها و زمین را آفریده و آنچه که در بین آسمان ها و زمین است، فی 6 ایام در 6 روز، ثم استوى علی العرش، بعد بر عرش الله متعال بر عرش قرار گرفته و بر عرش استوا کرده. این مکان ششم. مکان هفتم در سوره مبارکه حدید آیت 4 است. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حدید آیت 4 میفرماید هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى علی العرش. او آن ذاتی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفریده
بعد استوا کرده الله متعال، ثم استوى علی العرش، استوا کرده بر عرش و قرار گرفته بر عرش. ما گفتیم که مادامی که کلمه عرش کلمه استوا مادامی که متعدی بشه با لفظ علا به معنای استقرار و به معنای علو میشه. یعنی الله استقرار یافته، الله قرار گرفته و الله متعال علو کرده. این علو و پروردگار متعال سبحانه و تعالی علو است خاص. ما چون دو نوع علو داریم. یکی علو یعنی در معنایی که علو بر عرش یا علو بر کائنات باشه، به دو معناست که انشاءالله ما در برنامه آینده وقتی که در مورد صفت علو صحبت بکنیم این مورد را به تفصیل، به صورت تفصیل در موردش توضیح خواهیم داد، اقسام علو را. اما آنچه که در اینجا مورد بحث ماست اینه که علوی که صورت عام بر همه مخلوقات انشاءالله در موردش صحبت میکنیم، اما این علو خاصه، علو پروردگار، علو خاصی است. یعنی بلند قرار گرفتن الله سبحانه و تعالی بر عرش، بلند قرار گرفتن الله سبحانه و تعالی بر عرش. این علو خاصه، علو عام نیست که در این آیات هم به آن اشاره میشه که همانا علو خاصی است که الله سبحانه و تعالی مزیتی برای عرش داده که بر عرش الله متعال سبحانه و تعالی قرار گرفته و بر عرش علو کرده. در این باره احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که هم دلالت بر علو عام میکنه و هم علو خاص میکنه که موضوع همان استوا بر عرش میباشد. مثلا ما حدیثی در صحیح مسلم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد قولی از ایشان داریم که یکی از اصحاب پیامبر علیه السلام جاریه را، کنیزکی را می آورد که از رسول الله علیه السلام پرسان می کند که ای رسول الله آیا این را آزاد بکنم؟ رسول الله علیه السلام می فرمایند ائتینی بها، او را بیاور در اینجا. فاتیته بها، این صحابی میگه او را آوردم نزد رسول الله علیه السلام. فقال لها، پیامبر علیه السلام برای این کنیزک گفتند این الله، الله در کجاست؟ سوال کردند این الله، الله در کجاست؟ قالت، گفت این کنیزک فی السما، در آسمان است الله، الله در آسمان است. قال، گفت رسول الله علیه السلام من انا، من کیستم؟ قالت، گفت انت رسول الله، تو پیامبر خدا هستی. قال، گفت رسول الله علیه السلام برای صاحبش اعتقها فانها مؤمنه، این را آزاد بکن، آزاد بکن این کنیزک را، چرا که این مؤمن است، این مؤمنه هست. رسول الله علیه السلام از این کنیزک دو سوال کردند این الله، الله در کجاست؟ گفت الله فی السما، الله در آسمان است. و رسول الله علیه السلام اقرار کردند که این مؤمنه هست، چرا که موافق با آیات قرآن جواب داد. آیات قرآن دلالت بر این می کند که انشاءالله در برنامه‌ای که پیرامون علو صحبت بکنیم آیات را در این مورد می آوریم که الله متعال در آسمان است و عرش در آسمان ها قرار داره، عرش در آسمان ها قرار داره که ما بعداً انشاءالله بعضی از روایات را در این مورد خواهیم آورد که دلالت بر این موضوع می کند. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 537. حدیث طولانی است، فقط یک گوشه ای از حدیث که دلالت بر بحث ما می کرد را به خدمت شما عزیزان عرض کردم و به خدمت شما عزیزان روایت کردم. آنچه که مورد استناد ما بود این است که الله متعال در آسمان هست، الله فی السما است، الله در آسمان است و عرش هم در آسمان هست. این حدیث دلالت بر علو خاص میکنه و هم دلالت بر علو عام میکنه که ما در موردش ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. باز هم در صحیح مسلم حدیث طولانی که از حج پیامبر علیه السلام روایت میشه، حجۃ الوداع، حج آخرین حج رسول الله علیه السلام. پیامبر علیه السلام فرمودند وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله و انتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت و ادیت و نصحت. رسول الله علیه السلام در این مورد میگن که شما اعتصام بکنین و چنگ بزنین به کتاب الله متعال اگر میخواین گمراه نشین. و انتم تسألون عنی فما انتم قائلون. پیامبر علیه السلام میفرمایند شما در مورد ما سوال میشین
از شما سوال میشه که من تبلیغ رسالت کردم یا نکردم. فما انتم قائلون، شما چی میگین در جواب سوالی که میشین؟ آیا من تبلیغ کردم یا نکردم؟ قالوا، گفتن صحابه، نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ما شهادت میدهیم ای پیامبر که تو تبلیغ کردی، تو ادای مسئولیت کردی و تو خیرخواهی برای امت کردی. فقال رسول الله علیه السلام فرمود به اصبعه یا به اصبعه، به اصبعه، حالا با هر کدام که بخوانین، از سبابه، پیامبر علیه السلام با انگشت سبابه خود چیکار کردن؟ یرفعها الی السماء، این انگشت را به طرف آسمان بلند کردن این گونه، و ینکتها الی الناس، و اشاره کردن به طرف مردم و گفتن اللهم اشهد، اللهم اشهد، یا الله شاهد باش، یا الله شاهد باش که این مردم این حرف را میزنن و در روز قیامت یا الله این حرف را خواهند گفت. تو شاهد باش که این مردم این گونه میگویند، این گونه کردن. اللهم اشهد، اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش. حالا دلالت بر چی میکنه؟ رسول الله علیه السلام مادامی که اشاره میکنن، وقتی که ما به سوی یک شی اشاره میکنیم باید اون شی حقیقت داشته باشه، اون شی حقیقت داشته باشه. و رسول الله علیه السلام مادامی که اشاره میکنن مشار الیه الله هست و الله سبحانه و تعالی ذاتاً در آسمان هاست که پیامبر علیه السلام انگشتشان را به طرف آسمان میکنن، انگشتشان را به طرف آسمان میکنن، بعد میفرمایند اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش، یا الله تو شاهد باش بر این خلق که این مردم چی میگن؟ میگن که انک قد بلغت، تو تبلیغ کردی، و ادیت، تو ادای مسئولیت کردی، و نصحت، و تو نصیحت کردی و تو خیرخواهی کردی برای مردم. این حقیقتا دلالت بر این میکنه که اولا الله سبحانه و تعالی در آسمان هاست که علو عام هست، و همچنین علو خاص که علو الله سبحانه و تعالی بر عرش است که ما در موردش حرف زدیم. بنابراین این حدیث میتونه به اون معنا باشه و میتونه به معنای علو خاص که همانا بحث ماست در مورد آن باشه. اجازه بدین که یک میان برنامه را ببینیم، بعد از یک میان برنامه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. آیاتی از قرآن کریم و چند حدیث کوتاه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدمت شما عزیزان عرض کردیم که دلالت بر این می کند که الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته. و در این مورد البته روایات دیگری هم هست، ولی ان شاء الله ما این آیات را باز در بخش علو عام به این آیات خواهیم پرداخت. فقط بنده به یک حدیث دیگه هم اشاره می کنم
و تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی دقیقاً متوجه بشن. حدیثی که پیامبر علیه السلام میفرمایند که الله متعال در ثلث اخیر شب نزول میکنه به آسمان دنیا، که ما ان شاء الله در این مورد در باب صفت نزول هم به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد و این حدیث را توضیح و شرح خواهیم داد. اما آنچه که مورد بحث ماست اینه که امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب الاستذکار میفرماید که و فی هذا الحديث دلیل على ان الله عز وجل فی السماء على العرش. میفرماید در این حدیث دلیلی است و دلالت میکنه این حدیث که الله متعال سبحانه و تعالی در آسمان هاست، علی العرش، و بر عرش الله متعال قرار گرفته، من فوق سبع سماوات، بالای 7 آسمان، و علمه فی کل مکان، و علم الله در همه جا هست. کما قالت الجماعت اهل السنة اهل الفقه والاثر. میفرماید چنان که جماعت اهل سنت این حرف را گفتن از اهل فقه و اهل حدیث. و حجتهم ظواهر القرآن فی قوله الرحمن علی العرش استوى. میگه دلیلشان ظاهر آیات قرآن هست که الله متعال میفرماید الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش قرار گرفته. این حرف را امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب الاستذکار در مجلد دوم صفحه 527 مطرح میکنه و در موردش این حرف را میگوید. بناهن قول امام ابن عبدالبر رحمه الله مورد تایید هست و ایشان حقیقتا بگین که اجماعی یا قول جماعت بزرگی از اهل سنت و جماعت را هم چی از اهل فقه باشن چی از اهل اثر یعنی اهل حدیث باشن در مورد آن امام ابن عبدالبر رحمه الله نقل میکنه و در موردش حرف میزنه. بنابراین این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دلالت بر این میکند که الله متعال سبحانه و تعالی به ذاته، به ذات خود، نه ای که این موضوعی باشد که الله متعال سبحانه و تعالی به علم خود آنجا قرار گرفته باشه، بلکه به ذات خود الله متعال بر عرش قرار گرفته، بر عرش قرار گرفته. و آنچه که دلالت آیات قرآن کریم، 7 آیه‌ای که در قرآن کریم هست دلالت بر این میکنه و همچنین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فراوان و به وفور پیدا میشه. نه یک آیه، نه یک حدیث، نه 2 حدیث، بلکه احادیث فراوانی است که دلالت بر این میکند که الله متعال سبحانه و تعالی در این مورد الله متعال بر عرش قرار گرفته و الله متعال علو دارد، بر علو ذاتی دارد بر آسمان ها، چی علو عام باشه چی علو خاص باشه. حتی در این مورد بعضی از علما کتب نوشتند، مثل امام ذهبی رحمه الله کتاب نوشته به نام کتاب العرش. کتاب العرش امام ذهبی رحمه الله در این کتاب اول آیات قرآن را نقل می کند، بعد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل می کند، بعد در این مورد اقوال صحابه از حضرت ابوبکر گرفته، حضرت عمر، حضرت عثمان و دیگر صحابه، عبدالله ابن مسعود، دیگر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، تک تک از اینها نقل می کند، اقوال را با سند نقل می کند و بعد از آن اقوال تابعین را می آورد، اقوال ائمه را می آورد. به همین ترتیب حضرت امام ذهبی رحمه الله از جمله محدثین و از جمله علمای بزرگ اهل سنت که مورد اتفاق است در میان اهل سنت و جماعت، حقیقتا ایشان این کتاب را نوشته‌اند برای اثبات صفت استوای الله متعال بر عرش. اگرچه در این کتاب حرفی از علو هم زده شده، علو عام که دلالت میکنه این روایات و این به هر حال آثاری که از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نقل میکنه، از تابعین نقل میکنه، حقیقتا اونها دلالت بر علو عام هم میکنه که الله متعال در آسمان هاست، که بعضی و برخی از آنها را ان شاء الله در بحث علو عام در مورد آن صحبت خواهیم کرد و به خدمت بینندگان عزیز و گرامی توضیح خواهیم داد. اما غیر از آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم،
به هر حال اقوالی از علما مثل امام ابو حنیفه، مثل امام شافعی، مثل امام احمد ابن حنبل رحمهم الله و دیگر ائمه بزرگوار اقوالی است که بعضا اقوالشان واضح در این مورد هست و بعضا به صورت اجماع بعضی از علما آمدن اجماع را در این مورد نقل کردند که عموم ائمه اهل سنت و جماعت اعتقاد و باور بر این دارند که الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته. دوست دارم که این اقوال را ان شاء الله در برنامه‌های بعد به خدمت شما عزیزان و گرامیان مطرح بکنم و در موردش به صورت تفصیل صحبت بکنیم. ولی در این قسمت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد تا برنامه بعد که در این مورد ان شاء الله به خدمت شما عزیزان به صورت تفصیل صحبت خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.